تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. همان روز 3 ره نهان از دیده مردم رفت و آمد به گورستان. 3 ره آب به گور میریخت و انتظار میشد که دود دیگر تنوره نخواهد زد، ولی دود گویا از آب غذا میگرفت که بیشتر تنوره میزد و چون پگاه دیگر آشکارا آب میکشید، هرچند نتیجه از آبکشی خود نمیدید. یقین داشت که روحی دامنگیری پریسا دست از او خواهد کشید. اما روزی پیش از باران برزو فقط به یک خاطر آب میکشید که مردم پس خم زدنی او را از عجز و قصورش ندانند. و حالا 3 روز است که آسمان قیامتی بارانی قائم کرده بود و برزوی آذرپور با امید و هراس در انتظاری گنگ پیامدی باران را میپایید. چاک روزه که باران باز ماند و صبح دیر خسب با چراغ عالم تابش از مغاکی نم و تیر بیرون جست، برزوی آذرپور مدت در نیمرای دهه و گورستان گام می برداشت. اگر رهگذر او را می دید، برحق می پنداشت که آشفته عقل باخته از تیمارستان گریخته به سوی عالمی خیالی خیش 4 اسبه می شتابد. این دم خاله چمنارا و استا شاهک رنده پینهان و ناعیان تا به چشم کنج کاوه نفتند و قصدشان آشکار نگردد، نه از جاده بلکه از بیراه عازم گورستان بودند. هرچند این 2 تن نیز چشم روز نکفیده راهی فرازی تنگی پیش گرفته بودند، با امید که ده را در غفلت و گورستان را خلوت می‌یابند، غری چشم داشت بلکه چشم داشت یک گوشه‌ای دلشان برزوی آزادپور را در جاده گورستان دیده خود را پسی خرسنگ گرفتند و منتظر شدند تا که او برود و بازگردد، بعد آنها در کار خود چاره بسازند. اما برزوی آذرپور هر قدر به گورستان نزدیک می رسید، همون قدر زیادتر هیجان او را فرا می گرفت. دلش نخون بلکه آتش سوزان را بر رگهایش پخش می کرد. هرچی هم نگویی، بعد از این 3 روزه باران که وی آن را در امیدواری گنگ گذران و حالا باورداشت ناامید نمی گردد، پریسا رنج و آزاری او را دیده بخشیده است گناهش را. ولی به گورستان رسید و گوری آشنا را دید و دود از دماغ و فریاد از نهادش برآمد. دودی گوری پریسا همانا کنوره می زد. برزوی آذرپور به گور نزدیک آمد، بدوری حلقه حلقه از آن دمنده نگریست، خیال بی‌معنا و پوچ نگریست و بعد رنگ رویش دیگرگون شد و بناگه گویا کژدم نیش زده باشدش با فغان روزم میدهی یا نه، گور را لدکوب کرد و به خودانه از سرزمینی به نام خاموشان در تاز بدر. استا شاهک رنده و کمپیری چمنارا فراری دیوانوار او را از پناهگاه خود دیده شتابان به گورستان رسیدند و دیدند که گوری پریسا دیگر دود نمی کند. کباب خامسوزی آتشی حسرت دل دارم که هر جا به نوای سوخت دودش سر کشید اینجا بیدل. های پریسا پریسا. شاشا سری کتفانی و 2 ستاره بود. گاه یکی از آنها
نیشیمنی خود را ترک میکرد، فاصله پیش میرفت، صورتی چشم زنده را میگرفت و چشمک میزد که بیا بیا و شاشا پیش میرفت. ستاره هم پیش میرفت، شاشا باز میایستاد، ستاره نیز باز میایستاد و صورتی چشمی زنده را میگرفت و چشمک میزد که بیا بیا و شاشا از دنبالش میرفت. ستاره ده را دور میزد، شاشا نیز ده را دور میزد. ستاره فراز را بالا میشد، شاشا نیز فراز را بالا میشد. ستاره با پیراهه و بیراهه میرفت، شاشا نیز با پیراهه و بیراهه میرفت. ستاره با پیراهه و بیراهه پایین میفرامد، شاشا نیز با پیراهه و بیراهه پایین میفرامد. ستاره گردی خانه بابای جاوید یا خانه مادری شاشا دور میگشت، شاشا نیز گردی این خانه ها دور میگشت. بالاخره ستاره مانده میشد، نه شاشا. تن میداد ستاره بر ردیفی خود و آمده در نشیمنگاه خیش موا میگرفت و شاشا نیز کمی صفا میگرفت. نامی وی شادمانشا بود و در ده همه شاشا میگفتند. وی نمیرنجید، زیرا شاشا مردم ده را سخت بیمار و خود را دختر میدانست. وقتی که مادر فرزندانی گریانی خود را آرام کردنی شده آرام شو، شاشا میگوید، میگفتند وی با یک تأسف به آنها مینگریست. وقتی که خواهران دادرچه هایی به اشتهای خود را تهدید کنان خوراکت را خور وگرنه شاشا آمده پاکیزه میخورد میگفتند، وی با یک تأسف به آنها مینگریست. وقتی که معلمان خوانندگان سستخوان را تنبیه داده عقلی تو چون عقل شاشا نیست میگفتند، وی با یک تأسف به آنها مینگریست، اما نمیرنجید. چنان که عاشق از ستیزه معشوق نمیرنجد، چنان که دختر از ناز و نوزی بیماران نمیرنجد، چنان که چوپان از معاصی بیهوده گوسفندان نمیرنجد. شاشای دختر در ده میگشت و با مردم سنجیده نظر میکرد، مبادا مرضی کسی خروج کند. در این گونه حالتها بچگان به وی خیره می شدند. شاشا می گفت یکی سرم درد می کند. شاشا جداً به معاینه سری بیمار مشغول می شد. سری دردمند را دست کرده می دید، نرمک می مالید، چنان نرمک می مالید که پسرک طاقت نآورده قاه قاه می خندید. خنده نشانی سالمی است. صحت شدی؟ شاد می گشت شاشا. اما بچگان او را به حالش نمی مانندند. شاشا در قفس سینم چیز می جنبد، شکایت می کرد. دوم، شاشا درونی رگهایش چیز جاری است، واهمه می کرد. سوم، شاشا سری کتفانم ستاره پیدا شده است، کتفانش را خم می کرد. چهارم، پس از این گپ شاشا می رنجید، سخت می رنجید. بچه ها این را زود پی می بردند و قیو چوب کنان پراکنده می شدند، زیرا به شاشا حالتی غریبی رخ می داد. رنگ رویش می کند، لبانش پیر می بریدند، چشمانش وسیع‌تر می شدند، تنش می لرزید، نقطه را بالای سر آماج گرفته روان می شد. بچه ها خود را به هر گوشه ده می زدند و آوازه می کردند. شاشا را دردش گرفت. از گوجای مادری شاشا می آمد، دوان شاشا را خانه می برد، زاری کنان. بعد این روز چند کسی شاشا را در ده نمی دید. شاشا چیله نشست، شوخی می کردند کلان سالان. سرمده به دختر ماند، آه می کشیدند بچه ها. عجب شاشا بیدرک شد، می گفت با اندوه یک دختری ده. این دختر بابونه بود. بابونه پی برد که هرگاه به شاشا دوچار می آید دیوانه را عجب حالت رو می دهد، خود را گم می کند، سرخ می شود و از وی سراسیمه دور می شود. بعضا بابونه پی می برد که کسی او را پنهانی نظاره می کند. وقتی که به آب می رود، وقتی که زیر ایوان یا روی بام نشسته چیزی می دوزد، وقتی که در سایه مجنون بید دراز کشیده کتاب می خواند، این برایش نافارم بود تا می ترسید تنها به ضرر بودن دیوانگی شاشا را اساس گرفته خود را آرام می کرد. بعد عادت کرد چنان که به صورت دیوار خانه خوابت عادت می کنی،
چون که به نگاه فضولی کمپیرکان روی بام عادت میکنی. اما به شاشا دلش میسوخت. وقتی که وی را سرخم و اندیشمند میدید دلش میسوخت. سوال میکرد که سری چی اندیشه داری؟ جوابی نمیشنید. وقتی که وی نصفای شب از خانه برآمده نقطه را بالای سر آماج گرفته رو به کوه مینهاد و مادر بیچارش سرلوچ و پایلوچ دنبالش میرفت و زاری میکرد که برگرد، شاشا گوش نمیکرد. به آن هر دو دلش میسوخت. از وی میپرسید که چرا با مادرت رحم نمیکنی؟ پایلوچ و سرلوچ از پیت میرود و برگرد میگوید گوش نمیکنی مگر تو سنگ دلی؟ وقتی که وی را بابونا به سندلی متهم میکرد لرزه در اندامش میافتاد، اشک در چشمانش حلقه میزد اما حرفی نمیزد. باری شاشا نصیحت‌های کمپیری میسه را گوش کنان اقرار کرد که 2 ستاره روی 2 کتفش نشیمن گرفتند. این 2 ستاره طالع 2 آدم بهترین ده است. من نگهبان آنهایم گفته است وی. بعضا یکی از آنها کنده می شود دور می رود، من دنبالش می روم تا بازپس به مأوایش خوانم. اگر این کار را نکنم طالع شخصی منصوب می شکند و فلاکت می آید، فلاکتی سخت. این 2 ستاره طالع کیست؟ می پرسیدن از او و جواب می نمی داد. اگر اصرار می نمودن رو به گریز می نهاد. این رفتار او حسی فضولی بعضی ها را بیدار می کرد. آنها به هر راه از سر دیوانه بی‌ضرر آگاه شدن می خواستند. ولیکن کوشششان بی نتیجه می ماند. شاشا راز خود را از همه پنهان می داشت، حتی از مادرش. هرچند مادری بیچارش خواهشی دانستن این سر را نداشت و تنها به حال فرزندی دردمندش اشک می ریخت. پنهان و آشکار اشک می ریخت. اما شاشای دختر در ده می گشت و به مردم می نگریست مبادا مرضی کسی خروج کند. بعد پی هم واقعه های عجیب و غریب رخ دادن گرفتند و مهری بابونه به نسبت شاشا افزود. بابونه شنید که شاشا از گوجای برسک آورده سری قبری بابا کوچک نشانده است و برسک گرفته است. باز شنید که فرمان مراد از شاخ سفیدار قلمچه بریده است تا آنها را در مرزه کمپیری میسه شنانده برای ضرورت خود سبز کناند. بامدادان شاشا او را سر این کار دیده پرسیده است که چی میکنی؟ فرمان مراد مبهم جواب داده است که از یک آچه 100 بچه میکنه. بعدی پیشین فرمان مراد شاشا را سری مشغولیت دیده است. دیوانه قلمچه های او را یک کنده از مرزه کمپیری میسه بیرون میافکنده است. با خشم پرسیده است که چی میکنی؟ از 100 بچه یک آچه میکنم. مبهم جواب داده است شاشا. این حکایت را بابونه از زبان نوبخت شنیده خیلی ضعف کرد و روز پس شاشا را لب دریا دیده اشاره فرمود که بیا تا ساعت را که کدام سیاهی سرمدره گم زده و یافته بود تحفه کند. اما شاشا نآمد. یا می ترسد یا شر می کند از دل گذران بابونه. و روزی که بابونه عجب شاشا باز بدرک شد گفت در ده حادثه ناخوش رخ داد. شاشا شبانه باز نقطه را بالای سر آماج گرفته رو به کوه نهاد. مادرش سخت بیمار بود و از غیبت او کمپیری میسه با خبر گشت. چند جوان مرد را به دنبال شاشا فرستاد. جویندگان هرچند آواز دادن جواب نشنیدند، هرچند جستن غایب شده را نیافت. نوحه‌ای که نابهنگام از ده خست آنها را باز پس آورد. مادری شاشا مرده بود. سرمده چنین ماتمی سخت را یاد نداشت. به مادری بی کسی شاشا گویا کلی ده خیش شد. همه جوان مردهای ده میان بسته به دست عصا گرفتند، همه جوان زنهای ده لباسی عزا پوشیدند. روزی دفن صاحب مرده شاشا نبود. چند نفری که صبح به سراغ او رفتند ناامید برگشتند. موسفیدان مصلحت دادند که مرده را گروچوب کنند و جوانان باز به جستجوی شاشا برآیند. 2 روز جستند، همه کوه و پشته ها را، همه دور و غار و مغاک ها را نشان از آن به نشان نیافتند. روزی 3 رحمتی شاشا بده آمد، رنگ زرد و لاغر، لباسایش دریده و قامتش خمیده، گویا در این 3 روز چیزی به دهان نبرده و فرسخ‌ها ره سپرده باشد. و سؤال مردم کجا بودی؟ چه کردی؟ لام نمی گفت.
هر دم دست به کتف راستش می برد، می پرسید، می پرماسید، گویا چیز می جست. چه می جویی؟ سوال می کردن از او، حرفی نمی زد. ستاره طالعی مادرش ناپدید شد. گفت بار وی به کمپیری میسه که از خواب و خورش با خبر بود. از این رو مادرم هم نمی نماید. شاید پیدا شود و مادرم هم آید. الها پیدا شود. دعای خیر میکرد کمپیری میسه. چشمان خیری آب روانش را پاک کرده. شاشا بیدرک شدی. یکی او را دیده شوخی آمیز پرسید بابونه. خیال بابونه را چنین نمود که شاشا سر تا پا لرزید و سرخ شد. وی ناجا افتادنی سؤالش را پی برد و عذر آمیز گفت میگویم که دیگر خبرگیری نمی آیی؟ می آیم می آیم. باز سرختر شده گفت شاشا. تو آمدنم را می خواهی؟ البته می خواهم. پس می آیم. اما شاشا نامد. بابونه دیگر او را ندید. نگاهی پاینده او را پی نبرد. در ده نیز شاشا کم به چشم می افتاد. حالدانها می گفتند که وی مرزهای بی صاحب مانده مادر و کمپیری میسه را آباد کردن است. از دختوری مرادش حاصل نشد. دست به کشاورزی زد. شوخی می کردن اهل ده. هیچ نمی فهمی صنعت این کشاورز را. پشت سر خاران می گفت شیرکی خال. از سحر تا به چاشت سنگای مرزه را بیرون می افکند. از چاشت تا شام آنها را چیده درون. به فکرم کسلیش باز خروج کرده است. خبر آورد نوبخت به بابونه، لیکن دفعه به طرز دیگر. بیچاره گفت بابونه در زندگی چیزی نمی بیند هم درک نمی کند. برای چی؟ درک می کند ولی از عالمی دیوانگی خود. یک لحظه در اون عالم بودن می خواهم تا بعد با او چگونه مناسبت کردن را دانم. روز پس اهل ده فهمیدن که عاقبت شاشا مسئله سنگ ها را حل کرده است. آنها را برده به مرزه فرمان مراد افکنده است. فرمان مراد با خبر شده شاشا را زیر مشت و لگد گرفته است. خیریت مردم به امداد رسیده اون بیچاره را از چنگ اون ستم پیشه رهایی دادند. این حکایت را شنیده به حال شاشا دلی بابونه سوخت و به عیادت شاشا آمد. شاشا در خانه کمپیری میسه روی جاگه با سری بسته خواب. بابونه را دیدن برابر اشک در چشمانش حلقه زد و گویا از این ضعیفی خود شرم داشت که زود چشمانش را پاک کرده گنهگارانه به وی گفت غم مخور شاشا. دل برداری کرد بابونه. وی تو را برای پاکیت زد، نه برای سنگ ها را به انگارش افکندند. وی بیمار است، سخت بیمار است، اما دردش بیدواست. زیرا شاشا زبان خواهید. بعدی نگاهی شیرکسازی بابونه را دیده دوام داد. زیرا با خود ستاره ای ندارد. از بس که بابونه درباره ستاره های دو کتفی شاشا شنیده بود صلاح دانست که در این باره خاموش باشد. اما شاشا خوشی گپزنی داشت. تو بابونه با خود بس ستاره داری، آنقدر ستاره داری که من هر دفعه شماری آنها را کسی درده به این اندازه ستاره ندارد. من تنها 2 ستاره داشتم. یک طالعی مادرم بود کنده شد و رفت. اکنون با من ستاره تنهایی است. شاید این ستاره طالعی کمپیری میسه باشد. پیش خود اندیشید بابونه. فکرش قوی گشت وقتی که از شاشا شنید این ستاره هم امانت است. شاشا لب فرو بست. خاموشی ناگواری به میان آمد. پس از چند باز آوازی خشک شاشا بلند گشت. این ستاره هم امانت است. بعد شاشا باز لب فرو بست و کمپیری میسه و بابونه به یک آواز پرسیدند بعد چی؟ بعد من خودم ستاره می شوم. شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما حکایات را از کتابی سرمدهی نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 37. شاد و موفق باشید.